الله الرحمن الرحیم. برادران محترم و خواهران گرامی، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. به دوام برنامه‌های گذشته در رابطه با ارزش‌های اخلاقی در پرتو قرآن باز هم در خدمت برادران و خواهران گرامی خود قرار دارم. یکی از ارزش‌های اخلاقی در پرتو قرآن کریم همکاری در امر تقوا و در امر نیکی با یکدیگر است. یعنی انسان مسلمان باید با یکدیگر نیکی در کار نیک در کار خیر تعاون داشته باشند، همکار باشند. آنگونه که قرآن کریم می‌فرماید و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی در کار نیک و تقوا همکاری کنید و در گناه و تجاوزگری با همدیگر همکار نباشید. در هر کار خیر باید مسلمان با مسلمان همکار باشه. یک آدم است مثلا نیاز داره به یک کمک و نیازش هم امر شرعی است و تو وقتی که توان داری امرش کمک بکن. مثلا یک آدم میگه که ما در فلانه جا میرم، یک برنامه درسی است، برنامه ایمانی است، یک نشست ایمانی است، 100 روپیه کرایه موتر ضرورت دارم، اگر همراه همکاری بکنی. تو خودت که در او برنامه رفته نمیتونی، مسلمان همکاری بکنی در او برنامه شرکت بکنه. یک آدم میگه که من میخوایم در اینجا یک برنامه درسی را ایجاد بکنم، تو توان ایجاد و برنامه را نداری، لیکن توان از این داری که اوجا برش جای میسر بسازی، اوجا برش کمپاین بکنی، اوجا برش دیگه دوستا را در جریان ببینی تا یک کمی درس در اونجا ایجاد شود، حلقه درسی در اونجا جور شود. این تعاون البر و تقوا است. یا یک آدم میخواد که من میخوایم که در اینجا برای مردم یک مسجد آباد بکنم، تو همراهش همکار باش. مال داری با مالت همکاری بکو، علم داری با علمت همکاری بکو، با زبانت همکاری بکو، با قلمت همکاری بکو، با جان و جسمت همکاری بکو. این تعاون البر و تقوا میگه. هر امر نیکی که یک مسلمان شروع میکنه تو توان همکاری را داری، امرش همکار باش. در شرایط موجوده تعداد زیادی از مسلمان ها هستن نه تنهایی که همکار نمی باشن، بلکه توطیه میکنن، پروپاگاند میکنن، تاپه میزنن و تلاش میکنن که مانع یک کار خیر شود. متاسفانه با وجودی که ما اعتقاد داریم به اینکه دیدگاه متفاوت است، سلیقه ها متفاوت است، طرز دیدها متفاوت است، یک برنامه خیری که مطابق به دید از او انسان نباشه، مطابق با طرز اندیشی از او انسان نباشه، او را باز قبول نمیکنه، میگه مطابق به فکر من است. در حالی که انسان باید احترام بگذاره به برداشت قرائت ها از دین، با تفاوت به اصطلاح برداشت های دینی باید انسان احترام بگذاره که در این مسئله فرعی، در این روش کار اگر مطابق به ذوق و سلیقه تو نیست، لیکن در کل با اسلام در تکرار و در تضاد نیست، باید همکار باشه. نه والای مطابق به فکر اندیشه ما نیست، بنان جلو از کار میگیرن. به این خاطر قرآن کریم خود میگه که شما از باب تعاون البر و تقوا همکار باشین با یکدیگر، در ضد یکدیگر قرار نگیرین، باید همکار باشین با یکدیگر. پس روش‌های مختلف دینی وجود داره. شما اگر در روش‌ها متفق نمیشوین، لیکن در قضایای کلی، در قضایای مشترک، در امور مشترک که به منافع کلان مملکت و عالیه مملکت بیانجامد، باید یکدیگر را همکاری بکنین، در برابر یکدیگر قرار نگیرین. روش قرآن کریمی رقم از شما در کار خیر و در کار نیک و در تقوا با همدیگر همکار باشین، نه اینکه در ضد یکدیگر قرار بگیرین. متاسفانه به این خاطر است که ما فعلا سلیقه‌ای برخورد میکنیم. هر تیم میاد مطابق به فکر اندیشه خود کار میکنه و دیگران را باز اجازه به فعالیت و کار نمیده و فکر میکنه که اگر دیگران را به فعالیت کار اجازه بدم این به ضرر تمام میشه، در حالی که چنین نیست. به این اکتفا میکنیم تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین.